سلام. سال 97 مادرم برای گردنش بردن دکتر مغز و اعصاب. دکتر گفت دیسکتون بیرون زده شده، حتما باید بیاین عمل کنیم. من بهش گفتم مادر بهتره که ما بریم اول روش طب سوزنی و چیزای دیگر امتحان کنیم، اگه دیگه واقعا به جایی نرسیدیم بیایم بریم عمل کنیم. اولین بار بیمارستان فیروزگر روش طب سوزنی رو گذاشته بود، گفتیم خب امنه دیگه بیمارستانه. ما رفتیم و مریضا رو کلا حدود 10 نفر رو انتخاب میکردن در یه اتاق و واقعا وحشتناک بود. یعنی آقای فقط یه دونه سوزن میزد به پای مادر من یا کمرشون و فرار که اتاق دیگه. شما نیم ساعت 40 دقیقه دنبال این آقا باید میگشتی و همه جیغ و داد میکردن. وحشتناک بلندشون میکرد مثل تیکه های گوشت اینا رو پرت میکرد، به جایی که مثلا با این خیلی خوب برخورد کنن، برخوردشون هم خیلی بد بود. خلاص ما 20 جلسه طب سوزنی رفتیم و بعد از اونم 1 ساعت هم ماساژ، نیم ساعتی هم ماساژ انجام میدادن و برمیگشتیم. مادر من به جای اینکه بهتر بشه وقتی میومدیم خونه خیلی گریه میکرد، بیتابی میکرد و منم فکر میکردم خب این دیگه چون سنشون بالا رفته ما رو اونه دیگه، این خیلی بیتاب میکنه. ولی واقعا من در اینجا هیچ نتیجه ای رو ما نگرفتیم. دوباره بعد از 1-2 ماه بعد دوباره من ایشونو بردم و واقعا موقتی بود، شاید بگم یه 15 روز 20 روز ساکت می شدن و بعد از اون دوباره همین مشکلات رو داشتن. متاسفانه من اصلا برای کسایی که دیسک گردن و کمر دارن اصلا طب سوزنی رو توصیه نمی کنم. شما برای دیدن ویدیوی بعدی ما میتونید ما رو دنبال کنید.